سلام. واقعا عجب غلطی کردم از اون خونه اومدم بیرون و الان واقعا خوردن افتادم که من الان چیکار کنم. خودم دستی خودم رو پیخانه‌مان کردم. یکی نیست بگه آخه دختر عاقل، الان که همه دارن تو هلند در به در دنبال خونه میگردن، به یه جا کبریتی هم راضی‌ان، من خونم رو همینجوری بل کردم گفتم نه من اینو نمیخوامش دیگه. بعضی وقتا یه کارایی میکنم اصلا خودم از خودم تعجب میکنم، میگم که چطور به این نتیجه رسیدی که الان از خونت بیای بیرون بدون اینکه یه جایگزین داشته باشی. آقا همونطور که متوجه شدین من خونه‌ای که داشتم و ول کردم اومدم بیرون، چون واقعا دیگه نمیتونستم اونجا تحمل کنم زندگی کردن. و اتاقم کوچولو بود ولی اینجوری نبود که غیر قابل تحمل باشه. چیزی که غیر قابل تحمل بود و داشت واقعا اذیتم میکرد همخونه‌های گندم بودن. حالا یکیشون اوکی بود ولی اون دوتای دیگه واقعا نمیدونم چجوری تو خونه خودشون زندگی میکردن قبلا. این حیوان زندگی میکنن. انقدر که کثیف بودن و نمیدونم گرم میزدن، تمیز نمیکردن پشت خودشون و این داستانا. دیگه من واقعا آسی شدم، اینجوری بودم که من دیگه نمیتونم. من دیگه چقدر آخه پشت سر شماها جمع کنم تمیز کنم؟ شماها هی فقط بیاین بریزین، هی کثیف کنین، من هی جمع کنم تمیز کنم. دیگه اصلا از اینجای به بعد منم دیگه گیواب کرده بودم دیگه، حتی منم دیگه تمیز نمیکردم. اینجوری بودم که چه فایده ای داره. دیگه کم کم شروع کردم آشپزی نکردن. بعد دیگه کم کم شروع کردم خونه خودم همون نرفتم، میومدم اینجا هموممو میکردم هر آخر هفته، دوباره برمیگشتم خونه خودم. اصلا واقعا صبح به صبح که من تو اون خونه بیدار میشدم واقعا عذاب الهی بود. یعنی اینجوری بودم که حالم از خودم و زندگی که دارم به هم میخواد. دیگه اینجوری بودم که مگه مجبوری تحمل کنی؟ پاشدیم اومدیم یه جای دیگه که یه زندگی دیگر رو شروع کنیم، بعد دوباره اومدیم اینجا هم داریم تحمل میکنیم، شوخی میکنی. دیگه به خاطر همین کانترکت هم که 1 ساله بود داشت تموم میشد، یعنی 1 ماه مونده بود. من دیگه ایمیل دادم به صاحبخونه‌ام، اینجوری بودم که من دیگه نمیخوام اینجا بمونم، خونه رو میخوام بدم بره بر خودت، ارزونیتون. واقعا انقدر که من هی سعی کردم تغییر ایجاد کنم تو اون خونه، هی به هم خونه هم گفتم بابا بیاین یه اسکیجول داشته باشین واسه تمیز کردن. هر آخر هفته چه میدونم یکی آشپزخونه رو تمیز کنه، یکی حموم رو تمیز کنه، یکی دستشویی رو، بعد دوباره این چرخشی باشه. اصلا انگار نه انگار. و مثلا من پارت خودم رو انجام میدادم، تکست میدادم تو گروهی که داریم، مثلا من امروز آشپزخونه رو تمیز کردم، میشه یکی حموم رو تمیز کنه؟ nothing. دست نمیزدن به سیاه و سفید. حالا الان میتونید اتفاقا ویدیویی که درست کردم راجع به اینکه چقدر خونه کثیف بود و من دارم میسابمش اولین باری که رفتم تو اون خونه رو ببینید تو این ویدیویی که درست کردم. خودتون متوجه میشین من واقعا چی تحمل کردم. حالا دیگه خلاصه الان در به در دارم دنبال خونه میگردم برای خودم تو شهر خودم، چون که من دیگه نمیتونم واقعا از آمستردام هی هر روز پاشم برم سر کلاس و برگردم. مشکل اینه که دانشگاهم هم هر روزه و من باید هر روز ساعت 7 صبح یا 6 و نیم صبح پاشم. بعد دیگه کارم هم سر کارم هم آنهمه و خیلی وقتا میشه که من شب دیر ممکنه برگردم خونه و من نمیتونم 12 و نیم شب برسم بعد دوباره 6 صبح پاشم هر روز. That's just too much. دیگه نمیخوام خودم رو بکشم که. فکر می‌کنم تا الان متوجه شدین که خونه تو هلند پیدا کردن واقعا غول مرحله آخره. منظورمونم خونه خوب نیست، نه، هر چیزی که تو بتونی بری توی زندگی کنی. میخواد اتاق باشه توی خونه‌ای که دارین با هم شیر میکنین، میخواد استودیو باشه، اون که هیچی. استودیو پیدا کردن که واقعا نمیدونم، باید یه آدم خیلی خوششانسی باشی که بتونی استودیو پیدا کنی. و من دیگه واقعا نمیتونم با بقیه زندگی کنم چون 1 سال تحمل کردم و نمیتونم. من وسواس ندارم ولی خیلی آدم تمیزی یه خورده شلخته هستم ولی تمیزم. بنابراین دیگه اصلا دوست ندارم تو خونه شیر زندگی کنم با دانشجوهای دیگه و اینا. دارم سعی میکنم تا جایی که میتونم
دنبال خونه بگردم برای خودم، یعنی خونه مستقل خودم داشته باشم، استودیو خودمو بگیرم. کلا مشکل هاوزینگ دارم. اونقدر که آدم هست براشون خونه نیست. Fingers crossed we're gonna find something. It's gonna be the best studio ever. I'm trying to manifest. وقتشه که برم آماده شم که برم سر کار. سر کارمو دوست دارم، اینجوری نیست که خیلی بدم بیاد ازش، ولی مشکل اینه که این هفته من هر روز دارم میرم به جز شنبه و یک شنبه. بعد اینجوری نیست که اونا مجبورم کرده باشن که هر روز بیام، نه، اسکیجولمون خیلی فلکسیبل، خودمون میتونیم انتخاب کنیم که چه روزایی بیایم چه روزایی نیایم و اینا. ولی من اینجوری بودم که چون هفته دیگه دارم میرم ایران، میخواستم تا جایی که میتونم کار کنم و روز بردارم که یه حالا جبرانی بشه، ولی دارم پاره میشم. خیلی داره خوش میگذره. که 4 روز دیگه حقوقمو ریختن، اون وقت خوشحال میشم. حداقلش اینه که امروز روز قشنگیه، خود قابل تحمل ترش میکنه، با آدم انرژی میده، نه که بخواد بارونی باشه. این پلی هم که دم در خونمونه فیوریت منه، پل مورد علاقه منه. واقعا به نظر خوشگل ترین کانال آمستردام همین یه دونه است، نه فقط به خاطر اینکه بغل خونه ماه ها. تا آفتاب میشه برای خوشگل دان اسکیتبورد بازی میکنن. نه خیلی محله خوشگلی، من خیلی دوست دارم اینجا رو. توی این مدتی که من الان دارم آمستردام زندگی میکنم و خونه آرنهمم رو دادم رفت، مجبورم که هر روز از آمستردام پاشم برم آرنهم سر کار. بعد واسه اینکه برسم به آمستردام مجبورم قطار بگیرم و قطارم حدوداً 1 ساعت طول میکشه تا من برسم به شهر خودم آرنهم. دیگه فردا تصمیم گرفتیم بریم ساحل، چون هم آخر هفته بود، همین که یه روز آفتابی گیر آورده بودیم که خیلی غنیمته تو هلند. اینم استایلی که من زده بودم. بعد فرداش هم تولد اریک بود. Who's the birthday boy? Who's the birthday boy? What do you mean? You're the birthday boy. واه. دیگه قبلش هم تصمیم گرفتیم که بریم یه جای غذایی بخوریم که ته معده‌مون رو بگیره، چون می‌دونستیم اونجا که داریم میریم ساحل قرار نیست غذای خوب گیرمون بیاد و اینکه گرونه، کیفیتش هم بده. بعد این یک یوسک دامپلینگیه، هم دامپلینگ داره هم کرپ داره، خیلی چیزاش خوشمزه و ارزونه. دیگه من یه سری دامپلینگ سفارش دادم، اریک هم یه سری برای خودش غذای گیاهی گرفت، کرپ بود و این داستانا. خوشمزه بود، من غذاشو خیلی دوست دارم. یه خورده چرب و چیل هست ولی خوشم میاد. Maybe they're full. دیگه کم کم رفتیم سمت قطار گرفتیم به سمت زنفورد، اونجایی که ساحل داره و به آمستردام خیلی نزدیکه. اسمش زنفورده، یه شهریه که اونقدر شهر جالبی نی، فقط ساحل داره. من حالا زیاد توشو نگشتم ولی همون چیزی هم که دیدم اونقدر چیز خاصی نمیومد. حدود فکر کنم 10 دقیقه راه، اونقدر زیاد نیست، خیلی نزدیکه. دیگه رفتیم و رسیدیم به ساحل.
بعد دیدیم که چه خبره یا حضرت عباس. فقط ما نبودیم که گفتیم وای به به یه روز آفتابی گیرمون اومده و آخر هفته است بریم ساحل. نه، همه همین فکر رو کرده بودن و خیلی شلوغ بود، خیلی هم گرم بود. ما فقط زیر این سایه بونه پناه گرفته بودیم که نپزیم. بعد دیگه برگشتیم و دم خونمونم گفته بودم یه اسکیت پارک هست. نمیدونم چه خبر بود، چه برنامه‌ای گذاشته بودن، ولی این پتر آمده بودن دوچرخه سواری BMX میکردن. خیلی جالب و جذاب بود و دیجی داشتن و غذا میدادن و اینجوری بودم که چه خبره. ولی ما دیگه انقدر خسته و پاره بودیم که یه خورده نگاه کردیم، بعدش هم رفتیم خونه. تا یه ولاگ دیگه، خدافظ.